درود میگویم به آنهایی که این لحظه ما رو تماشا دارند. شعله گلخوجه هستم که چون همیشه برنامه خبری تلویزیون آزادی رو برای شما پیشنهاد میکنم. امروز 22 فوریه است و تقریبا بعد از یک ساعت دیگر همه شما بتوانید برنامه خبری نوی رادیو آزادی رو تماشا کنید و البته در این برنامه چون همیشه خبر و گزارش‌های تازه است که میخواهیم همراه با شما آن را در میان بگذاریم. دیوار اسلام کریموف شکستند. آیا دوستی پیروز می شود؟ به این سوال ما در رفت برنامه امروز پاسخ خواهیم گفت. سوریه رو دوزخ روی زمین نامیدند. چرا؟ بعد همگی یک ساعت دیگر همراه آگاه خواهیم شد. کاپیتان میلیسا رو در شهر کولوب کشتند و اینکه او از جانش سیر شد. با این معما در برنامه برای شما پاسخ میگوییم و زنان را تا هنوز میزنند یا چرا در تاجیکستان تا کنون خشونتی در خانوادگی در نسبت زنان پایان نیافته است. گفته مردک از مود می رود. این چی معنی دارد؟ بعد از یک ساعت خواهید فهمید. این تنها چندی از نامگوی خبرگزارش های امروز است که برای شما خواهیم گفت. خبرگزارش های دیگر نیز هست که در جریان برنامه برای شما قصه خواهیم کرد. فراموش نکنید که کمتر از یک ساعت دیگر در پخش زنده در آزادی ویدیو یوتیوب ما با شما و میخوریم و شما میتونید ما رو همچنین در فیسبوک که اونجا صفحه رسمی داریم ما رو تماشا کنید و صفحه رسمی ما یا وبسایت رسمی ما www.azadi.org است.